درود و عرض احترامات هموطنان عزیز. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشید. امروز سخن ما دروغ‌های امنیت و لطوکوبی دخترک از افغانستان در تاجیکستان. باید در این مسئله ها ما کم ترک روشنی بدوزیم و کوشش کنیم که از حق مهاجران که در کشور ما قرار دارند، گرچند خیلی مردم دوام میکنند قلق اینجا تاجیکستان است، به هر حال من قلق باید از حق یک شهروندی بگیم همسایه کشور ما در کشوری که من زندگی میکنم نامش تاجیکستان است باید گفت و دفاع کرد. در تاجیکستان نه تنها این دخترک بلکه هزارها مهاجرا بگیم که از افغانستان آمدگی، بچه ها و مرد ها هم در این تاجیکستان بگیم که زیر تحقیر، فشار و خصوصا از طرف پلیس ستاندن مبلغ از اینها، پستا و میگن که تهمت ها، گوناگون چیزها بالای سر این شهروندای جمهوری افغانستان در تاجیکستان صورت میگیرن. بر علاوه بگیم که حکومت یعنی امنیت تاجیکستانی کار میکنه. بعد از پخش شدن نوار از جانب یک دختری بگیم که از افغانستان، امنیت چیکار کرد؟ امنیت در حال گویا که تفتیش کرد و برآورد که اینا زن شوهر بدیان، نیکای شرعی داشتیان و در یک جا زندگی میکردیان. اما بعدا دیگر نوارهایی که برآمد و او دختر گفته ایستاده است که در ناموس من تجاوز کرد و مرا مجبور میکنه که من در نکاح او باشم بدرم. یعنی پدری مرا مجبور میکنه، فشار میاره، مادری مرا فشار میاره، خانگی های مرا فشار میاره تا که من در نکاح او باشم. در نکاحش که نخواستم نکاح شدن، یعنی چی شد؟ تجاوز کرد مرا، در ناموسم رسید. یعنی این نوار برام و امنیت در حال همون بگیم که همون مسئله خودش سبک کردن. امنیت جمهوری تاجیکستان یکی از دروغگوترین امنیت ها، شیطان ترین امنیتی است که نمی در حال بگیم فقط تهمت تهمت تهمت. واقعی ما بعضن حالت میگم که ای انسان ها، همین آدم ها بردزاده ها هستن، یعنی چلیش هستن، از همون کنیز ها تولد شدگی هستن. اینو بعض انسان ها باور نمیکنن. باور کنین اینقدر بگیم تهمتگر، اینقدر دروغگو، شیطان دیگر در عقل آدم راست نمیگیره. اینمی راه راست دروغ میگن میرون، بلکه فکر نمیکنن که اگر این اساسش ببروه ما چی جواب میدیم. بعضی هاش در اروپا هم هستند، یعنی قدر تهمتگر هستند یا بفشی هم کار میکرده گیش هستن نمیدونم. تهمت میکنه، نمیگه که بیس سمیره راستش ببرویم. باز من از پیش خود گفته ایستادم چی جواب میتم، چی میگم. این یکی از چیزایی است که مردم همین تهمتگرا، بردزاده ها، همین تهمتگرا را بردزاده بگیم میشود. همین بردزاده ها، کنیززاده ها با درجه اوورین همین رفتارشون هم میکنن که میدونن پروستا کو جواب گفتن نیست در کلمه. وقتی سخنه که گفتی بگیم که ویجت کردن نیست، ایره میدونن. اگر این بردزاده ها بدونن که بعدی سخن گفتن، یعنی که گفتی اگر که خطا باشه جواب شمیتی، حیات داره ای کارا نمیکنه. برای همو در حق این دختر افغانستان همسایه کشور ما تجاوز صورت گرفت. الان داره گویا که تجاوز کردگی انسان
و بالای این فشار آوردگی انسان گویا که اون هم شهروند افغانستان است. الان از افغانستان است. برای چی؟ برای که حکومت جمهوری تاجیکستان دروغش اول در برآمد که گفت که چی؟ یعنی اینو زن شوهر هستند. اولین لحظه شوجه دروغ برآمد که اینو زن شوهر نیستند. خب یعنی من همون عکس همون ویدیو را یک جایش هست که همون دخترم تا میته که دو آدم در دیوار در پشت در دانی در یکی بگیم برترش وقتی نوارا دیدن میگریزن. دو تا آدم یک تنه دو تا آدم در او خونه یعنی پاسپورت این دختره میگیرن از دستش. خلاص همین کارو در دست داره. دو تا آدم است در خونه ولی امنیت یه تشکر ولی دیم شنا گفت که کی بود چرا او اومدن این بالا این دختر فشار آوردن دو کسا دو مرد. خب یعنی چی در اونجا چی تهدیدا گذاشت؟ یعنی که اگر که تم روزی نشایماده ما دو کسا را تجاوز میکنیم. چیکار کردن در اونجا؟ یعنی چی ها گذاشت نامعلوم. و دویمی چیزی که من شک شبهه دارم که او شهروند افغانستان در تاجیکستان پیشتر خیلی که ما گفتم که بسیار شهروندای بگیم افغانستان در تاجیکستان بسیار زیر فشار میگرده. من 10 تای اون وقتی صحبت کردگی هستم که سالهای سال در تاجیکستان همچون گریزه شدن از تاجیکستان چخیل از حکومت امام علی رحمان یا از بگیم همون ساختار امروزه امام علی رحمان پاسپورت های قلبکی تاجیکی یا نمیدونم تو شهروند تاجیکی شدن اونو چخیل 30,000 50,000 تا 50,000 دلار پول مبلغ مصرف کردن که تو که شهروند تاجیکستان شوند پاسپورت گیرن و از اونجا گریزه روان با کانادا یا با اروپا یا با یگان کشور بگیم دیگر. یعنی تاجیکستان اینو را خیلی زیاد اذیت میده. امنیت تاجیکستان و بگیم خیلی فشار بالا اینو زیاد میاره. برای اینو یک پاسپورت کردن که دیگر به حجت اونو از اونجا یگان جا برآمده نمیتونن و بردهزاده های تاجیکستان از این استفاده برده بگیم تا 50,000 دلار از اینو مبلغ میستونه برای کردن حجت برای اینو که تو که اینو حجت کنن بعد از اون از تاجیکستان بگیم که با سر بلند گریزن. منظره از تاجیکستان با سر بلند گریزن. یعنی که اگر مردای افغانستان یکیش شهرونده یعنی شهرونده که مرد افغانستان است یکیش پاسپورت تاجیکی داره در تاجیکستان هم است و بگیم که با اونم صحبت داشتیم. یعنی با داشتن پاسپورت خیلی که در روسیه پاسپورت داری و باز بگیم که میترسی کو پوچه برآمدن. یعنی با داشتن پاسپورت هم در تاجیکستان و انسانو در یگان حق صاحب نیستن و عموما ترسیده میگردن و در زندگی میکنه در اونجا. یعنی اونجا یک کریشه داره از پلیسیا و دائما در اون دولیا داده میسته. یعنی دائما در اون دولیا داده زندگی میکنه. فرض کردیم شهروند افغانستان است. فرض کردیم از افغانستان بود اما این حال و انسان شهروند تاجیکستان داره. یعنی او را جوابگوش تاجیکستان است. اگر که من شهروندی پولشا کشیدم جوابگوی ما دیگر پولشا می شود تاجیکستان نه. یعنی این کشور جوابگوی ما است برای که من شهروندی اینجا میشم. خب این حال و شهروندی بگیم مایل هر دش هم از امریکا باشه هر دش بیا از هندوستان و پاکستان باشه این مهم نیست. این مهم است که چرا در تاجیکستان در یک کشور مایداکک در یک دوشنبه که 17 کیلومتر 18 کیلومتر برش است 17-18 کیلومتر درازیش است. یعنی نه اونقدر بگیم دراز است شهر نه اونقدر کلان است. در شهر میلیون آدم زندگی نمیکنه. اینا فرض کردیم 1 میلیون آدم بگیم. یعنی این قدر امنیت است که بالای یک شهروند امنیتی توغری میگیره. چرا این چیزا بالای سر بگیم زنها یا مهاجرا صورت میگیره؟
یعنی کنی یگان ارگانیزاسیون حقوقی که اینا را دفاع کنه در کجاست؟ یعنی کسی اینو را دفاع نمیکنه. چند قدر میلیون ها دلار امام علی رحمان برای مهاجرایی که گویا که از افغانستان قبول کردگی است بالای داکومنت ده. چند قدر از اون انسان ها پول گرفتگی است از سازمان های خارجی، از اروپا، از امریکا، چقدر پول گرفتگی است. مگرم دیگر که شما کار نکنین من مجبور هستم که در این کار داخل شم و از تمام سازمان ها بگیم که مبلغی که برای مهاجرا گرفتگی است امام علی رحمان یا حکومت امام علی رحمان چیکار کنه باید جواب بده. کجا شدن این مبلغ ها؟ چرا این مهاجرا تجاوز میشوند؟ چرا اینا امنیت ندارن؟ چرا حکومت برای اینا یک بگیم که نظارت ندارن؟ من در نمیجا هستم، باور کنین دائما زیر نظارت هستم، دائما. من لبوی آدم تا پدازرینی بینم اگر اینا میرم پدازرینی دیده استم تمام امنیت ای بالاش کار میکنه کی است چی است چی نیست در ما خطر داشته باشه. لبوی انسان هر انسانی که باور کنین دوستای عزیزم، هر انسانی که حتی که بگیم کامرای ما را میام پرورکه میکنه میگه شاید یگان تشتت زمیدکه نکرده باشه ما بر ببینیم کامرا را. این قدر کامرایی که زدگی در کارخانه ما در ترمای گوانتانامو تاری کامرا نیست. یعنی یگان متری یگان سانتیمتر میلیمتری اطراف کارخانه ما به نظارت نمیمونه. هر یک قدمش میبینی یا که بگیم جایی که ما زندگی میکنم. یعنی ما رو هم خیلی جا در جا کردگی است که همین خیلی جایی که بگیم همون نظارتش سخت باشه که میگم ما جوابگویم در شما مهاجر اینجا نشوه یا چی تو وطن تو رفتن هم میگه سوق سلامت بزنیم برید جانی ما خلاص شوه. تنبال ما مهاجرش بگیم سیاسی هستیم در اینجا. چرا تاجیکستان یک بگیم نداره یک چرا تاجیکستان نداره یک ارگانیزاسیون یا نمیدونم یک گروهی که اقلا هفته ده بار در حال مهاجر رو خبر بگیره که چی حال دارین شما، یگان شکایت دارین، عرض دارین، درد دارین، خب چیکار ما کنیم؟ این نه که مهم نه پلیس باشه، این پلیس بره هر روز برای که پلیس برای شهروندای بگیم افغانستان یک استرس است. نه تنها برای شهروندی افغانستان، اگر که ما پلیس ها ببینیم استرس پیدا میکنم در تاجیکستان. الان ما پلیس استرس دارم از دسته پلیس های تاجیکستان و روسیه. الان ما دارم استرس دارم. میفهمه؟ الان ما دارم استرس است پلیس تاجیکستان. یعنی در تاجیکستان ما پلیس وجود نداره. در پلیس تاجیکستان ما نام پلیس از خودش یک وحشی است، یک فاشیستا هستند.